یکی از شاهدان این تحول جعفر بن ابی طالب است رضی الله عنه. وقتی که در برابر پادشاه حبشه نجاشی ایستاد شد، درباره دین اسلام سوال شد. گفت: ای پادشاه، ما مردمی بودیم نادان و گرفتار جاهلیت. بت‌ها را می پرستیدیم، مردار می خوردیم، کارهای زشت انجام می دادیم، با خویشاوندان قطع رابطه می کردیم، به همسایگان ظلم می کردیم و نیرومندان ما ضعیفان را می خورد. تا اینکه الله عزوجل پیامبر از خود ما برایمان فرستاد، کسی که صداقت و پاکی اش را می شناختیم. او ما را به یکتاپرستی دعوت داد و از پرستش بت‌ها باز داشت. او ما را به صداقت، امانتداری، صله رحمی، نیکی به همسایه، ترک گناهان و خونریزی فرمان داد. ما را از سخنچینی، خوردن مال یتیم و تهمت به زنان پاکدامن نهی کرد. یکی از شاهدان این تحول جعفر بن ابی طالب است رضی الله عنه. وقتی که در برابر پادشاه حبشه نجاشی ایستاد شد، درباره دین اسلام سوال شد. گفت: ای پادشاه، ما مردمی بودیم نادان و گرفتار جاهلیت. بت‌ها را می پرستیدیم، مردار می خوردیم، کارهای زشت انجام می دادیم، با خویشاوندان قطع رابطه می کردیم، به همسایگان ظلم می کردیم و نیرومندان ما ضعیفان را می خورد. تا اینکه الله عزوجل پیامبر از خود ما برایمان فرستاد، کسی که صداقت و پاکی اش را می شناختیم. او ما را به یکتاپرستی دعوت داد و از پرستش بت‌ها باز داشت. او ما را به صداقت، امانتداری، صله رحمی، نیکی به همسایه، ترک گناهان و خونریزی فرمان داد. ما را از سخنچینی، خوردن مال یتیم و تهمت به زنان پاکدامن نهی کرد.